نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرای عزیز و خیلی گرامی، همه شما را علی خصوص برادرای مهمان را، دامله های عزیز، خواهی های محترم، به این ساعت ذکر، به این ساعتی که برادرای عزیز و گرامی هر یک دقیقه او برای شما خیلی نقش کلان در گرفتن ثواب می بازد. گوش کردن این ساعت، نگاه کردن در چهره عالم ها، نگاه کردن در چهره قاری ها برای شما خیلی خوشبختی هم دنیا و هم آخرت است. شما را به این ساعت تبریک و تهنیت میگوییم و همگان ما انشاءالله این جمع آمد ما، این توپ شیدن ما و شما هم معنای محبت الله و رسول او را دارد. خوش به حال همه شما که دلهای شما سرشار محبت الله است و سرشار محبت رسول صلی الله علیه و سلم است. برادرای عزیز و گرامی، ما هزارها شکر به سوی پروردگار میکنیم که اولا مسلمان هستیم. هزارها شکر به سوی پروردگار، به عدد شکر به سوی خداوند که ما مسلمان هستیم، ما ایمان داریم، ما خداوند را میشناسیم، ما حبیب او را میشناسیم، ما با قرآن ایمان داریم. همه این جای هم افتخار است، هم جای شکرگزاری است که ما را خداوند به این نعمت‌های خیلی بیکران خود رسانیده است، موفق کرده است. هزارها شکر به سوی پروردگار میگوییم که امروز در جامعه ما و شما یکدیگر فهمی، آرامی که نعمت خیلی بلند است ما و شما را فرا گرفته است. هزارها شکر به سوی پروردگار میگوییم که در بین ما مردم، در بین این ملتی خیلی تمدن بلند داشتگی حرمت بین یکدیگر است، یکدیگر را دوست داشتن است. اگرچه در بعضی ها هم کمی از کینه و یا حسدی باشد در بین این بسیاری، البته او به چشمم نمی رسد و انشاءالله ویم از بین این کینه و عداوت و بدبینی ها هم خدا خواهد آیسته آیسته از بین ما و شما دور می‌گردد. همیشه این نعمت ها را ما باید شکرگزاری کنیم و در حق برادرایی که اینجا در چند روز از کارمندهای داخل امنیت، از حکومت شهر که خیلی دستگیری ها کردند، خیلی برای گذراندن این معرکه دستورهای خوب برای ما دادند که مثال این خیل گفته راههای خوبش برای ما جدا کردند. خداوند عمرهاشان دراز گردانه و عزتشان خداوند در دنیا و در آخرت بلند گردانه و توفیقشان خداوند باز هم همراهشان نگه دارد و ایماناشان خدا کامل گرداند. و در حق رئیس جمهورم که برای پیشرفت این جامعه ما و شما ترقیات ها کوشش و سعی دارند، خدا ایشان هم توفیق و هدایت بیشتر گردانه و باز محبت او را به خدا و محبت او را بر رسول و محبت او را بر این ملت خداوند بیشتر گردانه. الحال صحبت انشاءالله ما و شما آغاز میکنیم. در این معرکه ما برادرای عزیز، نماینده شورای علمای جمهوری تاجیکستان، اعضای ریاست فتوا در جمهوری تاجیکستان از جانب مرکز اسلامی، برادرمان که خیلی برادر قدردان و خیلی الحمدلله که تاجیکستان ما این گونه جوان مردهای هم
با شجاع و هم با غیرت و هم با علم داراست. برادر ما دولت عبدالرحیمی که با مسجد قضاخان مشهور است حضور دارند و در اینجا برادر خیلی عزیز ما هم که ما به خدا قسم فقط محبت من از برای خداست، دیگر چیز از ایشان طمعی نداریم. برادر ما قاری زرابالدین که خیلی قاری گویم قدیمینه هستند، یعنی چندین سالهای طولانی هست که در بین این مردم ما و شما خدمت ها میکنند با شاگردهای خود و با آوازهای شیرین خود. و این چنین برادر عزیز ما قاری امرالدین اینجا حضور دارند. دیگر برادر عزیز ما قاری شمشاد اینجا در حضور دارند و برادر ما داملا جمشید هم الحال دیدم که داخل شدند. برادر دیگر منم قاری سعید نوردین هم اینجا در حضور داشتند. برادر داملا احکام الدین، برادر ما مولوی عصام الدین اینجا آمدند. برادر عزیز ما داملا حکیم از وحدت آمدند. همه اینا فقط به خاطر که چند بحث ما بین ما و شما باشند و صحبت کنند و ما از اینها نور گیریم و اینها از شما نور گیرند. فقط غرض همین است، فقط این است که خداوند همین ساعت سبب گرداند و یکی از ما و شما را باز ایمان ما قوی تر شود. باز خداوند این ساعت برای ما و شما هم موفق گرداند که باز اون فهمیش های شاید بعضی کندی هایی که داشتیم اونا از ذهن ما و شما دور شود. الها صحبت من و برادر عزیز داملا عبدالرحیم تقدیم میکنم. خدا خواهد برای ما و شما تا 1 ساعت صحبت میکنند ایشان، بعدا خدا خواهد نوبت باز و قاری ها داده میشود. مرحبا. من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا بنعمته وشرفنا بمحمد صلى الله عليه وسلم ورسالته ومن علينا باتباعه الذي جعله سببا لحصول رحمته ومحبته كما قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهدى. كريم السجايا جميل الشيام